بازار بوده السلام علیکم مدیرین گرامی همکاران محترم مهمانان عزیز پیش از همه شما را خوش آمدید میگیم به اکادمی دولتی دولتی از پرزیدنت جمهوری اسلامی و از حضور مبارک شما استفاده بوده از اون جمله سرپرستیم و یاردمچی بخشی باید به مسائل کادری مشاور یاردمچی بخشی به مسائل کادری پرزیدنت جمهوری اسلامی مرحوم عزیز علومشون ملیکی هم سرپرست ما هستند هم استاد ما هستند هم تمام همین خدمت‌های کسایی که اکادمی امروز در طول 4 سال با سرپرستی و مؤسسی پرزیدنت جمهوری اسلامی و دستاوردهای بسیار بی‌نظیر نوری دریده است و عموما از نشست این روزا اگر آغاز کنیم پیش از همه به شما تشکر می‌گوییم که اقدام جناب ولی را و خیلی که همساله در پیام جناب ولی تشکیل میکنند نشست‌ها و یک سخن بسیار خوب هم گفتند که همساله ما تاکید میکنیم که واسطه اخبار عمومی این آینه دولتداری است. یعنی وقتی که انسان در آینه خود می‌بیند پیش از همه برای زینت خود، برای رشد خود، برای زیبایی خود اندیشه میکند و این ساله فعالیت کاریمانی در برابر همه پولداری‌ها موفقیت‌ها سرچشمه می‌گیرد از پیام پرزیدنت محبوب کشور که بسیار یک با سربلندی و یک مظفریت‌های نیک جناب ولی گزارش دادند که نوبسته از وزن آمدن سال مالیوی تحریم‌های حربی و سیاسی و اقتصادی و بعد از برطرف کردن این وضعیت کووید 19 امروز جمهوری اسلامی در حال رشد قرار دارد و من اینجا عالمان، محققان، دکانان فاکولته علم، معاونین رکتور، دیرکتوران پژوهشگاه یک تحقیقات بزرگی هم به انجام رساندند که نشان دهنده رشد مکرو اقتصادی، وضع سیاسی و عموما از همه چیزی بزرگ در سال حساباتی ما این باز هم زیادتر فضای تنجی و آرامی وحدت کامل در سرزمین ما است که این بسیار یک گوهر نویاب است و بعدا همه شما را خوش آمده گفتم همین ریز اخباری که ما پورا فعالیت یک ساله خودمون در اینجا نشان دادیم در دست همه شما هست در شکل دیاگرام همه نشان دهنده 3 ساله هست عموما افزایش سمت کارهای تحقیقاتی سمت تعلیم سمت کارهای ایدئولوژی سمت تربیت و کارهای فعالیت مالیاتی خودجویداری نیز نظررس هستند. شما هم چون رکتور مؤسسه شناس دارید به همین قانون چی گفته هستید برای اینکه در جامعه بعضی گروه‌های پیدا شدن که همین قانون رو گویا یک تربیت مجبوری تربیت و تندرستی مجبوری عنوان کردن نظر شما رو دارن که دشمن هیچ جای نیاد میگه دمیساگ تکلا همین قانونی که ما قبول کردیم قانون را برای تنظیم عنعنه جشن مراسم من یک تا مثال او دقت میفهمم تا برادر عزیز اینم یک مردک بچه که 20 سالش بیماری قطعی فوتی دست قرض قواله در کلش ما دست مشتگی قطار اشتری در تلاش دستیم 3 یورو میخریم 7 یورو میخریم 40 یورو میخوریم 30 یورو میخوریم هر بگای جمعه بو میرفتیم او قرض میکرد ما رو بگای جمعگی میکرد هم کلوالو اسباب نمیخوندیم لیکن هم تشکیلی دست صف میکشیدیم درست ببینید که چی چیزا رو برهم بود خرافات از بین بود سطح و صفت زندگی مردم را از همه چی خجالت مردمی کمبیزات بر از بین بود دیگه من خجالت نمیکشم میگه که تمام یا که یک توی میکنه شهر 400 کس از وفات بودن میگه 80 نفره که تنظیم است دیگه باید تنظیم را ترکیه کرده ای خجالت میبره ببین قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند اگر ما با اون که مثلا تعلیم تربیت گیریم حتی در تعلیمات هم اسلام هم که از اقرا بسم ربک الذی بخون سر شد تا همون حدیث قدسی پروردگار است که طلب العلم و فریضه علی کل مسلم و مسلمه طلب کردن این فرض است و زن و مرد مسلمان از اون زن مسلمان را تاکید کرد نه که ما ای خرافات و جهالت و گمراهی و بی عقلیمونه همون بیشتر همین کار با هم مولای نیمچه سواد دست میزدن صنفی 6 دختر شای مکتب میگرفت 8 داشو میداد 9 در خونه به خونه شده در دست خوش بوده که بوده داره نه سواد نه دانش نه روی رفتن ای قانون خود ما تنظیم کردیم 3 سال نکاح برداشتیم 17 ساله را گفتیم مرک ول تیار نبود 18 کردیم که آموزاد یک بار مکتب عالی خونه و این روز ببینید که چقدر جناب ولی پیشتر گفتم که مفکوره آدم‌ها را تغییر داد ای قانون باید 30 سال پیش قبول میشه برادر عزیز برای چی همین استاد
لوتی گفته است وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو، همه دادی وطن خواهی زنن، اما نمیدونن وطن خواهی و گفتار است یا کردار یا هر دو. اکنون این نظام دولتداری هم خیلی که اویی که به حیث وطن دوستی وش در وجودش هست، او را قانون هیچ وقت دیگه در کار نیست. نه که آدمی که نمیشود او را قانون قد تنظیم کردن با مقصد موافق است. او مردم پیش میگفت که خیرس مولا میشود با ضرب چوب. امروز اگه حتی نمیتونه کم کم میاری حتمی دونن در کار. ما خیلی در همین شتات‌های متحده آمریکا هم پلیس بیس بگن نمیسی میپرونن، یا که هیچی نکرده نمی که دست از این خفور بر میپرونن، میگه خیال کم پیستلش میگیرید، نگاه نمیکنن که گوهره حقوق بشر است. نه که در ما حال خیلی هزار روشکنه حقوق انسان هم در سطح عالی است، حقوق زنان هم، حقوق کودکان هم و در سمت تربیت وطن پرستی ما دیر کردیم به مانندی که وقتی جمهوری توسعه سال 2015 تأسیس شده، حالا که کمیسیون عالی اساسیون تمام دولت‌ها سال 91 تأسیس شدن. ما تا 2015 اینا میگفتیم آره ببینید که چند سال استقلالیت و کمیلی نداشتیم. انا بود که ضربه و تایید در تامین تیار کردن علم پداگوژی شد. این رو در 10 میلیون اهالی ما همگی 5400 چند تا نامزد اینو دکترین داریم که 0.06% تشکیل میکنن. خیلی تشویش آوره. طرف عالمان شما از طرف شخصا شما که حقوق‌شناس برجسته هم هستید، اوید به حفظ نمودن، اوید به قانون درباره پیشوای معظم، اوید مثال ارج گذاشتن به خدمت‌های پیشوای معظم، یگان قانون برای گرامی داشتی پیشوای معظم، یگان قانون از طرف شما تهیه شده ایستاده است و اگر تهیه میشده باشد در کدام سطح، اگر نمیشده باشد ما یک درخواست داریم که شخصا شما همین چیزا پیشنهاد می‌کنید بسیار خوب میشه. لیکن اگر که ما حقوق‌شناسا یک نقطه نظر شما را بیان کنم، قانون هست عمل کننده، قانونی است که قوت باز داشته میشد، قانونی که نو قبول میشد یا که قانونی که حکمش بیکار کرده میشد. لیکن بهترین قانونی که در اکادمی ما به تصویب رسوندیم و عرض گذاشتم به خدمت‌های پیشوای معظم ملت، همین اثر بسیار نادر است که ایرا یگان کس دیگر بیکار کردن نمیتواند. زیاده از 700 اقتباس از پیام کارنامه پیشوای ملت است. در اینجا یگان گپ زیادتی نیست، فقط اثری بنیادی است که ببینید. من یک مثال عادی میارم شما را. در اینجا تعریف است نقش امامعلی رحمان در رشد مثلا هدف استراتژی. همین بنیادی روغن از کجا سرچشمه گرفت، چگونه یک نقطه همش در اینجا جمع‌آوری شده است با نشان دهنده اموری. یا دیگر سمت نقش امامعلی رحمان در رشد سیاست زنان. شما ببینید که زیاده از 20 قانون عفو که با تشبث بی‌واسطه قانون عفو 102 قانونی است که یعنی به جانبداری مجلس ملی تمام از طرف مجلس نمایندگان قبول می‌شود، یکی قانون درباره بودجه و دیگر قانون درباره عفو که هر دوشان با تشبث پیشوای معظم ملت یا که رئیس حکومت جمهوری اسلامی این چیز می‌شود. زیاده از 20 قانونی که در جمهوری اسلامی در سمت عفو قبول شده است، ما در یک همین قانون از یک شروع می‌شود دادیم. عفو زنان و مادران، پیرانسالان و معیوبان، کلانسالان. یعنی کسی که حتی دست به جنایت زده باشه جناب 20 مرتبه عفو کرده. چقدر مکتب بزرگ انسان دوستی پیشوای معظم ملت ما مثلا نآموزیم، چقدر ما کتابت نکنیم که ببینید که جناب عالی فرض کردیم زن تاجیک سالهای تا 2000 در تمام محبسخانه‌های قزاقستان و فدراسیون روسیه زن تاجیک با انتقال مواد مخدر هزارها آدم بودن تشکیل میدادن. بیشتر منطقه راحتی فیض‌آباد وحدت تو مثلا اوبیگرم دیگر جا که اونها وقتی که قانون عفو قبول میشید در این محبس شده میشید گریه کرده میرون که فریب نخرید، من یک فلانی بورداد گفت بعد $200 میتونم، فلانی بورداد گفت بعد $300 میتونم. یعنی زن تاجیک چقدر گروه جنایت پیشه همین بعضی دوستای در ناخونه که ما سوء استفاده بوده از وضعیت استفاده بودن. لیکن مکتب بزرگی پیشوای معظم ملت بود که سال 99 فرمان درباره بلند برداشتن نقش زن در جامعه به اینجا رسوند که در اساس این تشبث‌های جناب عالی ما امروز 80,000 پوست پرزیدنتی داریم که تمام دخترک‌های دیگر امروز صاحب معلومات شدن توسط این سیاست خردمندانه. و همین خاطر ارج گذاشتن به خدمت‌های پیشوای ملت وظیفه جانی اکادمی، استادای اکادمی و هر یک شهروند جمهوری اسلامی است. و ما این چیزا برای باعث افتخار هم است که ما وقتی را مثلا نقش امامعلی رحمان در سیاست بین‌المللی 5 تشبث که
هیچ وقت امروز ابرقدرت‌ها از بمب و یادرویی خود سخن کنند، امروز از تخت و توسعه و ضبط منطقه‌ها سخن کنند. جناب اولی از سال 93 اینجوری فقط در سازمان ملل متحد پرابلم افغانستان را گفته است، گرمشوی اقلیم را گفته است، نورسایی آبی تازه را گفته است، امروز مسئله پیلیخ‌ها را برداشتند. اگر این قدر تشبوس اگر ما تحلیل کنیم، من در یک جلسه پیشتر هم گفتم که خدمت شایسته روبای دولت پیش از همه بی‌نظیر است. همین خیراندهش دو مصرع شعر خوب دارم، میگه قهرمان جنگ بودن گرچه باشد افتخار، مرد آن مردی که باشد قهرمان اشتی. ما هزارها قهرمان جنگ داریم، لیکن قهرمان اشتی در تاریخ غیر از جناب ولی اموال رحمان کی است که 1 میلیون گریزه را برگردون. نفری که استاد مولا عبدالرحیم است، استاد دانشگاه اسلامی است، گفت جناب ولی من 22 سعادت کشتم وقتی هجوم کردم به شورا بود. لیکن وقتی که در پیش جناب ولی گریسته گفت من نفهمیدم که ما فریب خوردیم، جناب ولی عفو کرد، مرد امروز نامزد این است. این است بزرگی جناب ولی. این است مثلا مکتب دولتداری امام رحمان. این است گومانیسمی، این انسان دوستی و بشر دوستی پیشور معظم ملت. مگذر از 100 سالا خدمت‌های این شخص تاریخ با اون می‌خواد. و همین خاطر من فکر می‌کنم که درست قید کردید، ما باید تشبوس داشته باشیم قانون دیگر چیزا، نه که بیشتر اون چیزایی که مثلا ما شما روز می‌کنیم، گفتی جناب ولی زیاده روی نکرده، واقعیت اگر ما درج کنیم کتابت کنیم، این خش علاقه به نسل آینده تاریخ زنده دولتداری ما باقی میمونه. باشم که استادانی که از اکادمیا رساله‌های علمی حمایت میکنن، مثلا دکتران دیگر چی امتیازها دارن و برای جلب استادان خارجی شما کدام برنامه‌ها راه اندازی میکنید و اینچنین دانشجویان خارجی نیز تحصیل میکنن و چی امتیازها دارن؟ عموما هوسمندگردانی قرار شروع علوم است. ما برای نامزدی 3000 تومانی، برای دکتر 5000 تومانی میدیم و غیر از این دستگیری‌های دیگری که در این سمت هست ما با پورگی کمک میکنیم و این روز باعث افتخار است که من سالی که 4 سال پیش وقتی تعیین شدم در اکادمیا 2 تا دکتر علم بود همگی و انگشت‌شمار 7 یا 8 نفر نامزد. امروز تعداد کارمندان ما دکتران علم نامزدیم از 170 تا زیاد است. البته همین سال آخرش ما 3 تا رساله دکتری داشتیم که 2 تا اونها زنا بودن، معلم شوزیری بودن، 50 زنا بودن، دکتری کردن، نامزدی کردن. و در سمت مبادله استادا باشه شهرنامه داریم. همین سال آخرش ممکن عرضه داشتیم، یعنی رانخیسی مسکو، مارگولین اومده بود، اندری مارکویچ از سن پترزبورگ و زنهای دیگر شریکان ما. اما منتظم کورس‌های آموزشی اومدن استادا در این مانع نیست. این چیز نقشه‌ای است، هم در خدمتشون دولتی اونها جلب میشوند و هم در کورس‌های ما اونها به ملال اومدن. اینچنین اون کورس‌ها و سمینارها آموزشی که با جلب اکسپرت خارجی میشود، ما از فرصت مسائل استفاده بود همون رو در آدیتوریوم جلب میکنیم که اونها ورود شوند. و سیم سامتون در مسئله دانشجوی خارجی امروز ما از افغانستان داریم، از ازبکستان داریم. اکنون اسپسیفیک اداره‌کنی دولتی در ما اکادمی کمتر نازکی به خود خاص دارد که ما مثلا اونها بیشتر یا رو خط میگویند یا اینکه مثلا تو درجه اکنون معلومات نداشتن، یک علاقه اومده ایستادن. لیکن نظام اداره‌کنی دولتی در اون دولت‌ها باید که با ما مساعد باشه. ما شکل اداره پرزیدنتی و دنیویت هم میخونیم. مثلا برادر افغانی که امروز در اون دولت داری نه نظام هست نه یکان ساختار دولتی عمل میکنن، اونا نمیدونن که چی کنن. ما در یک شهرنامه بین‌المللی حتی تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی جمهوری برادر افغانستان را که در ما با نقشه گرفته شده با شریکان خارجی با سبب این تغییرات بعد موقف گذاشته که همون ولسوالی‌ها و مقامات‌هایی که همسرای تاجیکستان هستن، تاجیک تبارو هستن با کورس تکمیل اختصاص فارغ گرفته شدن و از اینجا از کورس بازآموزی گذران گفتن. نسبت به زلزله‌ای که در ترکیه شد، اذیت دیدگان و دیگر شما بی‌طرف نبودید و کمک خود را رسوندید، جهت همین بود. من سمت خیریه در 237,569 سومونی من زید اون بودم سالهای پیش که و 3,000 و 5,000 خدمات در شبکه رسانه‌ای کنیم یا که یک تورتا بگیریم خونه پلان سالون بریم همون بیچاره کامپیوتر که خودش قندش 20 یک کتاب تورتا خدمات همونجا وای کنیم تبلیغ کنیم. این چیز مطلقاً درست است.
اقلا 10,000 باشد خیر مرحمت بر لیکن لیکن ما در همین نه تنها یک ترکیه عموما منتظم من از سال گذشته شوید بود که خانه نوبینویان مجموعه وحدت بالا پوشی وارد کردیم سه سین خانه لوای کردیم به یگان مبلغی سرایسای مخصوص که هستن استادان ما کارمندان ما که حتی وقتی که مبلغ همون فوند خیریه اکادمی را میتن میگن از نون ما را گشتن خودداری کردن و در این آفت طبیعی ما که با اونها شریکی داشتیم همکاری داشتیم پیش از همه یک مکتوبی عرضی تسلیت با اونها نوشتیم و در مبلغ 15,000 سومانی صد ادیال گرم برای ما بوده. همون شب در سفارت سپردیم که شب در یک جایی با همون هواپیمای جمهوری تویسون با اونها رفته رسید. در اون شرایط خودتون دیدین در خونه که این هم یک از موشا مدد میگن همین خدر ما سیسر گذاشتیم و دیگر سمتش انمون در سمت تشویق و ترغیب حسی بلندی و تندرستی و پیش از همه میگن سخن بشکند منبر و دار و سوراخ بیرون کنند ما رو یک حرفی خوب در این روزا من فکر میکنم برای ما خیلی و خیلی ضرور بود که استادان ما مقوله ها نوشته ایستادن همدردی کرده ایستادن اون وضعیت را به همدیگر تشویق و ترغیب کرده ایستادن و این هم یک با هوشیاری بود برای ما که تمپی ساختمان ما خیلی بلند است. ببینید که در همون شب روز با تشبث به واسطه جناب دولی و پلیس جناب دولی کمیته ساختمان و معماری تمام مسئولان شهر شرکت‌های ساختمان را جلب کردن اونها را با تاکید کردن یعنی از تجربه خوب و زیشت یک دولت ما باید هم وقت تجربه گیریم در مقایسه باشیم. این هم قدر کار کردیم لیکن در این روز سمت خیریه در ما قریب 40 یکیمی کل وای داریم معیوبا داریم کمیزیاتو که با پولگی خوابگاه به پول استیپندیا میتیم با غیر از این یک بار کمک پولی خورا کردیم سال پیش کمتر خجالت کشیدن تلان خطی خوردن با آیا گرفتیم در کارتاشون نگذاریم کارت کدگی هستیم ما مشکل نداره معلم عزیز سرپرست بیوسته هستن شب روز با اونها هستن حتی وقتی هر یک فصل دارم من تکلیف معلم یا بود پرسیم کی نیاز داره سر لباسشون بخریم کی نیاز داره اون مبلغشون رو کنیم وظیفه شهروندی ما شما است ولی که اگر انسانی که کامل است یک ببینیتک سر لباس را باید وقت ناشکر نباشد اندیشه کنند که همه آدم‌ها در کدام حالت هستند. چندین مؤسسه‌های عالی کشورهای خارج همکاری دارد و طالب علمانی که زمینه اول تحصیل یعنی بکالور را ختم می‌کنند برای ادامه تحصیل زمینه دینی یعنی ماجستراتورا می‌توانند در خارج مملکت تحصیل را ادامه دهند اگر ها پس در کدام سمت جمله 14 تا با سازشنامه‌های بین‌المللی خارج کشور تشکیل کرد از اون جمله 68 نفر دانشجو اینچنین 5 نفر ماجستران با مکتب عالی همه سال اونها با ما کوتا میتونن این سال هم مثلا حالت کوتای داریم که هم در دکتر پیشی 9 نفر این سال دکتر شدن در ماجستراتورا بوجوی رانخیس اریال و ولادیمیر و شهر مسکو سن پترزبورگ اونها خونده ایستادن استیپندیا گرفته ایستادن شرایطشون هم خوب است ما هر وقت سفر کنیم با اونها می‌کنیم 2 نفر اسپیرانتورا داریم من این سال هم علاقه نام‌نویسکنی شروع شد اونها ما روان کرده ایستادن من تحصیل در خارج کشور خیلی خوب است و من از این فرصت استفاده بودم ما دل خود مراجعت طلبات را که خانواده بخش میکنیم اونها خیلی همکاری میکنیم اونها ما را ناز قبول دارن حتی از معیار زیاد هم که روان کنیم اونها با به شروع اون وقت اون چی نوشتن قبول کردن اینچنین با همون تحصیل دوی که بکالوریات و ماجستراتور ما هستن این هم علاقه تعداد مکتب‌های عالی خارج کشور نسبت به همین سمت همکاری زیاد شده است. منم به قریبی یکاترینبورگ و نیژنی نوگورود روزبیشون دادم و دیگر یک مکتب عالی دیگر هم آمادگیشون را ارسال کردن که ما آماده هستیم که در این سمت با شما همکاری کنیم. از اون جمله شهر الماتوی قزاقستان هم بعد شریکای ما استانا و بله اینو هم علاقه با ایلووطن جوهرهای وشون پیشنهاد کردن در شکل پیلوت بود لیکن نتیجه داد علاقه خود محترم میگفته که درآمد اساسی یا که مبلغ‌های اساسی که استفاده می شود در اکادمی خدمت دولتی از کدام حساب است؟ دیوم شما با چند نفر روی مکو سبوکی‌ها دادگی یا که از مبلغ پرداخت پرآزاد کرده
سوال آخران من اویدی به خدمت نظامی جلب شدن خوانندگان باشد که در دیگر دانشگاه امروز نارسایی خوانندگان همین مسئله آورده است. آیا اویدی این مسئله در شما یگان پرابلم هست یا نه؟ رکن اساسی رشد هر یک مؤسسه است، از اون مؤسسه تعلیمی. ما سرچشمه‌های مبلغ‌گذاریمون یکم طبق دستور سپارش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت این ثمرانok استفاده بودن مبلغ‌های پولی بودجه دولتی است. ما امسال اکنون این خدمات موضوع می‌پرسیم ممکن یگانه مؤسسه باشد و کمی در کم مؤسسه باشد که 726,000 سومونی ما صرفه سرشته کرده مبلغ‌های بودجه برگردانیم به بودجه. یعنی از هر چشمه‌ای که مبلغ گذاری شده بود اونها رو ما صرفه سرشته کرده برگرداندیم، یعنی غیر مقصدانه استفاده نبودیم. دویم سمتی مالیه کنونی فعالیت اکادمی این از حساب صورت حساب مخصوص اکادمی است که از حساب پرداختی قسمت شهرنامه وارد می‌شود. در اینجا نقشه ما با پروژه اجرا است، ذخیره هم داریم چیزی که گفتیم 5-6 میلیون سومونی که با یک سال میرسه. اینچنین مبلغ‌های گرانتی که جناب ولی داریم تاکید می‌کنیم در اساس قراردادهای حکومت جمهوری اسلامی. ما مثلا یک لایحه بانک جهانی را در یک جایی با وزارت معارف اسقاط کردیم با مبلغ 300,000 دلار. ما از اونها خواهش کردیم که ما را سفر علمی نکنیم، یگان تجربه آموزی نبریم، اینا ما میوبیم روشن. ما را تکنیکا گرفتیم. ما با همین 300,000 دلار تکنیکا و تکنولوژی که گرفتیم این رو در اکادمی ممکن به هر یک کارمند یک منابع راست میگن. ما علاوه کامپیوتری که امروز در دیگر جای استفاده می‌بریم ما اینا را و طریق رایگان با ولایت بدخشان، ولایت ختلان، مکتب‌های دستی جمهوری تقسیم کردیم رایگان که در حالت خوبی کارشناسی بود. و از حساب دیگر سرچشمه مثلا مرکز هم میکنه ما روزی دستگاه اجرا میگیریم جناب اجرا میگیریم مرکز افتتاح میکنیم. همون تکنیک و تکنولوژی را همون کس میدونه نصب میکنه این بالانس اکادمی را وارد میشه. اینجا یگان خیلی دیگر شرط باید نباشد، فقط مناسبات شفاف و آشکارا در سمت رشد دولتداری ما. در مسئله کارمندان باشد استاد عزیز اکنون کارمندان ما این در شکل عنعنه در آمدگی است. هر سال هر یک کارمند یک بار نمی دارد که یک بار از شهرنامه یا آزاد شود یا فرزندش نمی استفاده کنند. ما سال گذشته 70 نفر آزاد کردیم. این سال هم دیروز کمیسیه وای بود با پیشنهاد اعضایان کمیسیه و قرار شورای علما میشود اکثر استادایی که کار خوب دارند یا اینکه مثلا فرزنداشون در اینجا تحصیل میکنن ما همچون یک شکل هوسمندگرانی اونها را از پرداخت شهرنامه آزاد کردیم. این چون با تشبث دکان‌های محترم و در شکل مخفی یعنی از هر یک فاکولته 4-5 نفر پیشنهاد کردیم که همین یک چی شود اینسیاتیو شود تشبث شود که همین بچه خبر نداره و میره این فرمانش میخونه که شما شهرنامه آزاد برای دانش خوب برای انتظام نمونویتون برای فعالموکیتون همین هم استیمول میشود. یعنی یک راه تنظیم نمایی است و هم شکل هوسمندگرانی است که امروز دانشجوی ما با یک ذوق بلند میخونند که ما امتیاز داریم در اینجا. همین کارم کردیم. من دکان‌های محترم خبردار هستم، دکان فاکولته دیپلمات پیشنهاد کردن، ادارات استاد محترم، دکان فاکولته ماجستراتورا ما قریب که همین راهبرا را از آنها موندیم. خیلی که جناب ولی میگه پیش از همه پروگرامانی توزیعی مثلا با کمتر رحم مادری که نسبت به دانشجویان و کارمندان اکادمی غمخوار باشند و همین خاطر شنید می‌کنم دکان محترم و همین خاطر ما این را تنظیم کردیم. و نسبت به سوال شما نسبت به دعوت حربی همین کنیسای جمهوری توسعه مقرر کرده دعوت خوبونیوری خدمت به صف قوای مسلح وظیفه هر یک انسان است، قرض هر یک شهروند است. من امروز در تصور نمی‌کنم که خدای عروض نکنه و مانند اوکراین و روسیه و دیگر دولت‌ها موبیلیزاسیون کنن مردم چیکار میکنن. نخو از خدمت حربی گریختن امروز نشانه جوانمردی باشه. من میخوام یه عکس کنم که همین کسی که از خدمت حربی میگریزه عموما هم دخترکا مورد خواندو نشون با اون بودم. دیگر طرفی مثلا در طول 70 سال ایتیاد شوروی عنعنه بود وقتی بچه داخل میشید داورنامه‌اش میومد ایکوس اکادمیش میکنه میره خدمتش میکنه میومد دوام میداد. یا اینکه در نظام من فاکولته حقوق‌شناسی ختم کردم. در فاکولته حقوق‌شناسی سال 93 ما داخل شدیم. اولین داخل شونده بودیم که ما بدون خدمت حربی داخل شدیم. اونجا تا خدمت حربی نمیکرده قبول نمیکردن. برای که این مکتب جسارت این مکتب گذاشتن در کار و امروز من بسیار باعث تاسف است. ما در واخوریمون در دروازه هم بودیم در دیگر قسمای حربی بودیم. من در سال 9 استاد خدمت بودیم. شرایط خیلی خوب است لیکن متاسفانه مسئولان سوها
همین چیزا تو درجه نرسونده هستن و جامعه که برادر عزیز شما قدر در تصورات شما قدر جای تشویش آور نیست. خود اصل 21 است. کجورا دیگه همون گپو کاوشای ضرورتی کجورا نون سالهای 93 تا 2000 نون خوردن نبود. عسکر ما یک موزه حلال نداشت، نه که مردم خدمت کردن. و امروز حالا که شرایط بسیار سطح عالی درجه است. همین ما با خربی سفر بدخشان را اومدن رفتیم، هر یک راسته وای نظر دیده همون واگنایی که برای کووید جمهوری را ورود شد همون با فکرم تقدیم شده است. هم شرایط شستشویی هم شرایط گرم، همین از 1 کیلومتر یک قدم میزنه هوای تازه میاد با همونجا خب اونجا دیگه یگان ساختمان مترو نباشد، یگان قهر زمین ده انگیش نکنن دیگر دولت و رسالت و استور بطران نباشد. همین یک قسم ابوتوب حربی است، رفته کتابخانه است، چورابینه فرهنگی است. من برای خاطر عدم فرصت مسائل استفاده بوده خواهش میکردم که همین جوانای ما هم ترکیستی بلند هم وطن پرستی وطن دوستیشون ننگ و نموسی همین صاحبی کردن ملت دولت باید داشته باشن. ما از یک دعوت حربی یکی از دیگر چورابینی سمت ایدئولوژی باید یگان پرابلم ایجاداتی نسازیم. این قرض انسانی هر یکی همین فرد توجیک است. من فکر میکنم برای چی بینید یک واقعه که در سرحد افتاد سنتیابر مرد 70 ساله مسافر 82 ساله از مرغاب و از ونج و از شوراباد و کولا وقتی میگه من برای وطنم که یگان دعوت نشده است از جانب مخوام تو مردم صف کشیده رفتن. این است وطن دوستی. برای چه از همین نسل یک تا پیشتر ما عبرت نگیریم؟ برای چه ما مثلا از همونو بعد دیگر طرف مثلا درست گفتید که این مکتب و پرابلم شده ایستوده است. این پرابلم روی حل خودش داشت. همین مکتب‌های حربی که در جنوب ترکستان است کورس یک دی امیر اگر موبیلیزی رو کرد در قسم‌های حربی ممکن هم تعداد خوب میشه هم خوشمندایی که همین سال یک سال ختم میکنن و حالا که نقشه به یگون مونه اجرا میشه. یگون جای سرکن و پیشکی نیست دیگر. امروز من باز یک بار میگم ممکن 2-3 سال پس یک نسل به وجود میاد که حالا که افتخار میکنن سال گذشته در دانشگاه ملی دانشجوی فاکولته حقوق‌شناسی یک جای بند 30 نفر 40 نفر فرما شده رفتن برای که اونو تو خدمت نکنن و مقامات حقوقی با کار نمیگیرن شما. این هم دیدن که منفعت است. منفعت شخصی که است و علاقه قدیر است که کار برای نه که منفعت اگر صرف ملی و وطن دوستی باشد باز در اینجا کمتر لنگیدنی حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی ما شما است. خیر باز یک بار خوش اومدین در اکادمی باز است. ما داریم همکاری میکنیم اکثریتی با روزنامه‌نگارا رهبرای ما هم هستن تحصیل هم میکنن با آینده هم اومده هستیم که شما همکاری کنیم و اون من اکنون گفتی جناب بوله که این تویسون وطن در یک جایی باید همه کسا با بودیم دست به دست یک دیگر شما داریم